درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 4 فوریه است. سرخط خبرها. وبایی که برخی از جوانان تاجیک را به سوی مرگ میبرد. مقامات از افزایش فروش حب‌های اکستازی خبر میدهند و از جمله با تشویق دوستانی ناجا. مثال میشود که میگوید که اگر خواهی که با ماشینی تو باید یا امین نیز استعمال کنی. مهر یا قلین برای خواستگاری دختران در تاجیکستان از 30 تا 100 هزار سامانی بالا رفته است. اگر مادم یه اومد دختر میداشتم کو ما هم یه ماشین کهکتی میدادم سر. دیدبان حقوق بشر حکومت تاجیکستان را برای سرکوب دیگراندیشان و نقض حقوق انسان تنقید کرد. مقامات تاجیکستان میگویند حب‌های اکستازی مثل کریستال به یک خطر جدی در کشور تبدیل یافته است که صدها جوان را وابسته کرده است. فروش و پهن این نوع مواد مخدر که در تاجیکستان بیشتر با نام لیریکا یا کریستال شناخته می شود بیشتر شده است. مقامات هم از زود از بازداشت افراد خبر میدهند که با گمان پهن و فروش این نوع مواد مخدر بازداشت می شوند. همکارم زرنگیز نوروزشاه و شهلای عبدالله این گزارش را آماده کردند. سинтетикӣ, наркологӣ ва метамфетамин ба истилоҳи ҷавонон кристалл вақтҳои охир дар байни қочоқчиёни воситаҳои нашъадор ва истеъмолкунандагони он маъруфият пайдо намуда, муомилоти ғайриқонунии он бештар гардидааст. در این نواری تقریباً 7 دقیقه‌ای مقامات از بازداشت 2 گروه خبر می‌دهند که در کلاب با فروش مواد نشعه‌دار از جمله ماده سخت تاثیر متامفتامین یا کریستال مشغولند. در دوشنبه هم اخیراً 3 نفر با همین جرم بازداشت شدند. مقامات با نگرانی از پهن شدن این مواد در بین جوانان خبر می‌دهند. آنها میگویند مصادره متامفتامین در 1 سال گذشته 2 برابر زیاد شده است. از شماره عمومی موادهای پسیخوتروپی مصادره شده 247 کیلوگرم اون را متامفتامین تشکیل داده با راه قاچاق از افغانستان به تاجیکستان وارد گردیده است. رسما شمار گرفتاران در کشور بیش از 4000 نفر گفته می شود و در میان آنها استفاده برندگان مواد سینتتیکی و پسیخوتروپی بیشتر شده حتی نابالغان زیادی را فرا گرفته است. پزشکان میگویند ضربه آن به صحت جوانان نهایت خطرناک است. در هنگام منتظم استعمال کردن همین مواد پسیخوتروپی در شخص وابستگی پیدا می شود که اگر منتظم پس از استعمال آن را قطع کند علائم پرهیزی در آن دیده می شود، یعنی که ابستیننس سیندروم دیده می شود که این حالت های آنها انفرادی میشوند، یعنی که اندیویدوالی از بی‌طاقتی، ناآرامی، بیخوابی، ویران شدن خواب، کم اشتهاگی، اینکه زود عصبانی میشوند، پرغضب میشوند، اینکه هر هنگام دریافت نکردن باز هم محزین شدنشان هم ممکن. ناآگاهی و هوس لذت یک دفعینه از سبب‌های اساسی وابستگی جوانان به موادهای پسیخوتروپی یا سخت تاثیر نشعه‌دار از جمله متامفتامین دانسته می شود. این چنین هست که در آن شرایطی گوییم که یک گروهی جوانان می‌خواهد یگان شخص باز به این جوانان مثال تقلید کند یا اینکه از کلان همین گروه گوییم مثال میشود که میگوید که اگر خواهی که با ماشینی تو باید یا امین نیز استعمال کنی، مثال دعوت میکند با استعمال دیگر. و حالت‌های هستند که از سخنان بیماران ما میشنویم میگویند که با ما نفهمیده بودیم خودشان دادن مقصد تقسیم کردن برای با مقصدی شاید آنها رو به این موادها شناندن، آینده از آنها همچون یک مزاج کردن که با آنها آینده خرید و فروش کردن یا دیگر حال اینه که در حال این از سخنان خود بیماران است. اساس این معلومات کافی نداشتن درباره این گونه موادها. دوم راه به جستجوی حالت‌های یعنی که سرخوشی کردن، یعنی که حالت کیفی کردن. با گفته پزشکان بیشتری بیمارانی که برای تبابت به مرکز نارکولوژی مراجعت میکنند جوانانند. معتادان را با راه بی‌زهرآلودگردانی و توسط داروهای آرام کننده عصب معالجه میکردند. مرحله دوم تبابت این کار با روانشناسان و پسیخوتراپیست‌ها بوده است. اما نه همه امکان و اراده معالجه و رها شدن از این وابستگی را دارند و قاچاقبران به خاطر درآمد خود آدمان نو و مخصوصا نابالغان را گرفتار میکنند.
سازمان هیومن رایتس واچ در گزارش سالانه خود درباره حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای سرکوب دیگراندیشان و زیر پا کردن حقوق مردم سخت تنقید کرده است. در گزارش سالانه این سازمان که امروز 4 فوریه نشر شد، تاجیکستان برای برگزاری انتخابات بدون ناظران، حبس چهره‌های معروف، مرگ پیهم فعالان پامیری در زندان و استرداد و حبس منتقدان حکومت تنقید کرده است. پیش از برنامه از همکارم شهلای گلخوجه پرسیدم که هیومن رایتس واچ به چه نقطه‌های توجه کرده است؟ گزارش دیدبان حقوق بشر به حبس چهره‌های معروف در تاجیکستان از جمله 18 سال زندانی شدن شاکرجان حکیمов، حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات همچون نمونه این سرکوبات توجه کرده است. حکیمov و سابق وزیر کارهای خارجی امراخان ظریفی، رئیس پیشین حزب دموکرات سعید جعفر عثمانزاده، معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کاملزاده، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان اکبرشاه اسکندرov از 18 تا 27 سال زندان محکوم گردیدند. این سازمان گفته است که سال گذشته امامعلی رحمان 897 محبوس و بازداشت شده را عفو کرد که در میانشان هیچ روزنامه‌نگار، فعال مدنی و یا سیاستمدار اپوزیسیونی نبود. سال 2025 2 روزنامه‌نگار دیگر به شمار زندانی‌های سیاسی افزودند. رخشان حکیم و روزنامه‌نگار با اتهام خیانت به وطن به 8 سال حبس محکوم شد. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در کلوب با اتهام پیشنهاد رشوه به 10 سال حبس محکوم گردید. هیومن رایتس واچ میگوید این حکم هم دارای انگیزه‌های سیاسی میباشد. از همکارم شهلا پرسیدم که درباره فعالان زندانی پامیری و بازداشت و استرداد مخالفان از خارج کشور چه اشاره‌ای در این گزارش شده است؟ بله مومن، محققان دیدبان حقوق بشر از مرگ 5 زندانی از ولایت مختار کوهستان بدخشان هم یادآور شدند. همه آنها در پی سرکوب اعتراضهای سال 2022 دستگیر و زندانی گردیده بودند. گزارش میگوید به بعضی از آنها یاری فوری پزشکی رسانیده نشد. با توجه به بازداشت و زندانی گردیدن فعالان پامیری، این سازمان گفته است که به پیروان مذهب اسماعیلیه در خاروق و دوشنبه اجازه ندادند که در سوگ شاه کریم آقاخان چهارم مراسم برپا کنند. از عبیدالله رازق، عضو 83 ساله حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نظر نیست که در زندان افتادیات شده است. در این گزارش استرداد و زندانی گردیدن دلمراد ارگاشف، پناهجو و فعال مخالفان مثال آورده شده است که بعد از خارج شدنش از آلمان در تاجیکستان با اتهام دعوت عمومی به فعالیت اکستریمیستی 8 سال زندانی شده است. گزارش به سرنوشت پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان هم توجه کرده میگوید ده‌ها مرد و زن و کودکان را با زور از کشور راندند و هیچ معلوم نیست که دلیل مقامات برای اخراج آنها چی بوده است. از روسیه نیز تنقید شده است که بعد از حادثه کراکوس فشار و اخراج مهاجران تاجیک را افزایش داده است. سپاس از شهلای گلخوجه که گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2025 را خلاصه کرد. و همین لحظه پیام ویدیویی نماینده این سازمان سینات سلطان علیف به دست ما رسید و نکات مهم دیگری گزارش را از او میشنویم. В 2025 году власти Таджикистана продолжили преследовать инакомыслящих, приговаривая общественных деятелей, журналистов. سال 2025 مقامات تاجیکستان همچنان به تعقیب دیگراندیشان ادامه دادند و فعالان مدنی و خبرنگاران را برای سالهای طولانی زندان پس پنجره فرستادند. در سال 2025 حکومت تاجیکستان با کمک انتخابات پارلمانی که به حضور ناظران بین‌المللی صورت گرفت، قدرت خود را تقویت داد و این کار سوال‌های را درباره قانونمندی انتخابات برمی‌انگیزد. ماه اکتبر تاجیکستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را میزبانی کرد که دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت امر بازداشت او را داده است. او در یک نشست در دوشنبه درباره همکاری‌های منطقوی و امنیت شرکت داشت. با این کارش تاجیکستان امر بازداشت ولادیمیر پوتین را اجرا نکرد. دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت رسمیت درباره همکاری نکردن تاجیکستان با این دادگاه را آغاز نمود. دیدبان حقوق بشر همچنین سال 2025 شاهد آن بود که حقوق مذهبی مردم سخت در کشور نظارت شد و برای خشونت خانوادگی جزای الهیده تعیین نکردند. Вероисповедание все так же жестко контролировалось властями, а домашнее насилие так и не было криминализировано.
نرخ مهر یا قلین برای ازدواج از موضوع اصلی پدر و مادران است که در تاجیکستان برای پسرانشان همسری آینده جستجو می کنند. شکایت خواستگاران این است که دخترداران مهر یا قلینی از حد توان آنها بیشتر از 30 تا 100 هزار سومانی طلب می کنند. این موضوع در نشست کمیته دینی تاجیکستان نیز صدا داد و همکارم براد یوسفی و ارشاد سلیمانی با ساکنان در این مسئله صحبت کردند. از 30 تا 100 هزار سومانی این ارزش قلین مهر یا خراجات توی جانب عروس در تاجیکستان است که داماد باید پردازد. این تجربه در چند سال اخیر رسم شده است. پیشتر این خراجات در شکل مادی از چارو تا آرد و روغن و مال و متاع یا جوان و رخت خواب را در بر می‌گرفت که با قبول قانون معروف به تنظیم حد نهایی آن معین شده بود. حالا برای تویداران مرز خراجات روشن نیست. هر یک جزئیات در قانون در شدگی نیست، بلکه صلاحیت را با کمیسیون دائمی دادگی است. اگر کمیسیون دائمی ضرور شمارد که مثلا مقداری همین چی رو ما باید معین نماییم یا معین نماییم، این در صلاحیت خودی کمیسیون دائمی است. بعضی کارشناسان میگن ببینید یکی از سبب‌های زود از هم پشتخوری اویله ها همین کم بودن همین چی است، یعنی دخترها گویا به قدر شدگی باشند. با قول دولتزاده که از نام کارشناسان صحبت میکرد، زمان شوروی خراجات توی به مراتب بالاتر بوده است. این خرج از طرف پدر و مادران یک کفالت بقای عائله به شمار می رود. فریدون هادیزاده کارشناس در امور دین بر این است که برای تحکیم عائله های جوان و کاهش دادن خطر فروپاشی آنها این خراجات باید به گونه دیگر تنظیم شود. آن چیزی که ما قلین داریم من این قطر راضی نیم. همین مهر همچون پسر نیزشیته با همین من راضی. اگر قلینتیان پدر و مادر کلین به میراث اینا میخورن، وقتی که وای دخترشون جدا میشود وای پول تماما یکسین هم نمیتونن دخترشون باید. از سوی دیگر شهروندان با پرداخت مبلغ نگاه منفی دارند. جان دختر مردم خودش به بهای کرد. اگه شابی نرخ مون این کانتر نادرسته. ما 8 تا بچه بده. اگر میگفت که اگر مادر میومد دختر میداشتم کو ما هم یا ماشین کاهکتی میدادم شد. بگذار همین یک دو طرفه به یک مصلحت و نصیحت بیان که همین خرج و مراجعات زیادتی کم باشه. من در کار نیستم. خراجات توی در تاجیکستان از گذشته تا کنون در جامعه موضوع پربحث است. یکی از هدفهای قبول قانون معروف با تنظیم کم کردن خراجات در جشن و مراسم از جمله توی‌ها گفته میشد. اما تجربه تا به 100 هزار سومانی رسیدن قلین نگرانی ها را به بار آورده است که شاید این حد آخرین نباشد و قانون آن را باید تنظیم کند. مقامات تاجیکستان تلاش میکنند که مقررات این قانون پربحث رعایت شود، ولی در سال گذشته حدود 1300 پرونده مأموری باز شده و از این حساب نزدیک به 11 میلیون سومانی جریمه بندی شده است. مقامات تاجیکستان میگویند که برای بیشتر کردن راههای مهاجرت با 15 کشور تقریبا 40 حجت امضا کردند، از جمله با بلژیم، چین و ترکیه و ژاپن سند همکاری عاید به مهاجرت امضا شده است. مقامات وزارت مهنت روز 3 فوریه از امضای یادداشت تفاهم با وزارت کارهای داخلی و اداره مهاجرت بلژیم خبر دادند. سند مذکور به تاجیکستان امکان می‌دهد که به کشورهای بنیلوکس، بلژیم، نیدرلندیا و لوکزامبورگ مهاجری کاری فرستد. بر اساس این سند مهاجران تاجیک می توانند در ساحه‌های کشاورزی، ساختمان، پرستاری و طب مشغول شوند. با گفته مقامات همچنین 500 شهروند تاجیکستان در قطر با کار تامین شدند و جمهوری کره سال 2025 برای 800 مهاجر کاری کواتا یا راهخط پیشنهاد کرده است. وضع بدی مهاجران در روسیه در سالهای اخیر مقامات و ساکنان را در فکر جستجو و یافتن مکان نوی کار و زندگی انداخته است. نیروی کاری یک منبع مهمی درآمد در تاجیکستان است و با وجود سیاست سختگیرانه مهاجرت روسیه و رانده شدن هزاران مهاجر در حال حاضر این کشور همچنان یک مکانی اساسی برای کار و زندگی تاجیکان باقی مانده است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار شما باد.